الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. از سخنان ارزشمند مهمان گرامی جناب مولانا عبدالکریم حسین پور، یادگار حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یوسف حسین پور استفاده کردیم و عرایض شکست خدمت شما عرض می شود، به امید این که الله تعالی آنچه که به خیر و صلاح است و به نفع جامعه و عموم مردم هست، الله تعالی به زبان این بنده ضعیفش جاری بگردانه. خالق بشریت و انسانیت که اشرف المخلوقات و بهترین مخلوق هست، از هر کس دیگر و از هر شخصیت دیگر الله تعالی بهتر می‌دانند مصالح بندگانش را، و حکیم و دانا و توانا هستند، بهتر می‌دانند که سعادت بشر در چه چیزی هست و چه چیزی میتواند انسان در دنیا و آخرت سعادتمند بکند، چه چیزی میتواند بشر را به کامیابی برسانه و موفق کند. لہذا اللہ تعالی برنامه ریزی کرده برای ساختن انسان و برای اینکه انسان به وارستگی برسه، برای اینکه انسان به شایستگی برسه و در دنیا و آخرت کامیاب بشه. زندگی دنیای و زندگی پرسکون باشه، زندگی دنیاش زندگی راحت باشه و از این آخرتش هم آباد باشه. بسیاری اوقاتی که خود بشر دوچار لغزش و اشتباه بزرگ می شود، بسیاری خیال می کنند که دنیا که چند روزه، لہذا ما خودمون را نفسمون را آزاد بگذاریم، هر کاری را که میخواد انجام بده، هر گناهی را که میخواد مرتکب بشه
ولهذا به سمت و سوی هواهای نفسانی می روند و تمناهای نامناسب نفس می روند، به سمت و سوی گناه و ظلم و اجحاف می روند، فرق حرام و حلال نمی کنند. ولی اشتباه بزرگ انسانه از راه معصیت، از راه گناه، از راه خلاف انسان در واقع راحت حاصل نمی کنه توی دنیا، سکون. همه هواهای نفسانی را که خود نفس تبلیغ میکنه و کشش داره به سوی گناه برای آنکه به سعادت برسه، برای آنکه خوشوقت باشد، اما انسان به سکون نمیرسه. همه این منافع دنیا برای آن خوبن که انسان آرامش پیدا بکنه، سکون پیدا بکنه، راحت بشه، تشنگیش خاموش بشه. ولی خلاف آنچه که الله او را خلاف دیده و ناجائز دیده و حرام دانسته، هیچ وقت برای بشر سعادت نمیاره. هیچ وقتی هواهای نفسانی و تشنگی نفس خاموش نمیشه، نفس باره تشنه‌تر میشه به سوی گناه ها و راحت نمیبینه، اضطراب و استرس پیدا میشه، غم میآید، اندوه میآید، تو این مسیر خوف میآید و راحت نیست. راحت در یاد الله تعالی است، در فرمان برداری از الله، در اطاعت از خدای عزوجل. اینجاست که الله می فرماید من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه. مرد باشه یا زن، وقتی عمل صالح انجام میده در حالی که ایمان و اعتقاد به الله دارد، الله تعالی می فرماید به برکت این ایمان و به برکت عمل صالح زندگیش را راحت میکنم، زندگی گوارا، زندگی راحت، زندگی پرسکون و آرامش به او عنایت میکنه. زندگی با آرامش زندگی فرمانبرداری از الله و اطاعت از پروردگار، اینکه ما خودمون رو بسپاریم به الله و دستوراتش. لحظه روزه یکی از بزرگترین اعمال و بزرگترین مجاهده، یکی از بزرگترین ریاضت هاست که انسان وارسته میکنه. نفس انسان، نفس و شیطان، این دو تا جبهان علیه انسان، یک جبهه شیطانه، یک جبهه نفس اماراست. نفس در ماه رمضان مغلوب میشه و شیطان هم مغلوب میشه. شیطان ها را از جانب الله تعالی بسته میشن، نفوذ نمیتوانند در بدن انسان بکنن. شاید از راههای دور وسوسه بیندازند، اما ورود نمیتوانه بکنه در بدن انسان و دسترسی نداره شیطان. او دسترسی که در ماهای دیگه داشته. نفس هم او غلبه را که همیشه بر ما داره و ما را وادار به خلاف میکند، در این ما نمیتونه وادار به خلاف بکنه، چرا که روزه او را شکست میده، نفس شکست میخورد و لحاظا انسان میشه آزاد، آزاد از قید و بند نفس،
آزاد میشه از شیاطین، حمله شیاطین، وسوسه خطرناک شیاطین، میشه انسان آزاده. اب این که آزادگی را همه پسند میکنند، حریت، آزادگی چیزی است که مورد پسند و علاقه بشره، ولهذا از نفس انسان، شر نفس آزادی پیدا بکنه، از شر شیطان در یک ماه رمضان ها. لہذا این خیلی تاثیر گذارن عبادت ماه رمضان، از روزش گرفته تا تلاوتش گرفته تا ذکر الله به کثرت و تا نمازهای تراویح، نمازهای شب، تلاوت قرآن در نمازهای شب، تا دوری از گناه، تهمت و دروغ و غیبت و هر گناه زبان من را ببندیم و چشم من را از گناه و اعضای بدن کنترل کنیم، قلب من از وسوسه گناه. این تاثیر میگذاره در تأثیر روزه، در سازندگی روزه، در مأموریتی که الله به روزه عنایت کرده که انسان ها را می سازه. الله تعالی به ما توفیق بده. بسیاری جاست که ما اگر با عقل ورود کنیم و سطحی نگاه کنیم، نه عمیق، اگر عمیق نگاه بکنیم ما حکمت خدا را میابیم. ولی بسیاری هستند که با نظر سطحی نگرند و با نگاه سطحی آقا قضاوت میکنند و میگه چه نیازی به روزه هست، روزه نمیگیره. حیف است عزیزان که این ماه رحمت و ماه برکات و ماه خیر، ماه خدا، ماه قرآن عظیم الشان، ماه مغفرت گناه، ماه آزادی گردن از آتش جهنم، ما فیض نبری. شما مسلمانان هر جای دنیا هستی، در هر نقطه و گوشه از دنیای روزه بگیرید، نماز بخونید و خدا را داشته باشید. هر جا هستید با خدا زندگی کنید و وقتی که شما از خدا فرمان میبرید و تحت فرمان قرآن عظیم و شان میشوید و زندگیتون در مسیر سیره حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بگذرد و در مسیر تقوا باشید، شما با خدا زندگی کردید. هر جا هستید با الله را داشته باشید و خدا تبارک و تعالی به همه ما توفیق عنایت کند. و یک توصیه هم میکنم که حرمت ماه رمضان همه نگهداری کنند. توی ماه رمضان اگر کسی مسافر هست یا مریض، مسافر و مریض در همین آیه اجازه داده شده که میتونن روزه را بخورند و بعداً قضایی بیارن، ولی جلوی مردم نخورید. سعی بکنید که خوردید خود را گوشه بکشید که دیگران نبینند، حرمت ظاهری روزه حفظ بشه. الله تعالی توفیق عنایت کند. 12 فروردین هست و روز رفراندوم جمهوری اسلامی است، روز همه‌پرسی ملت هست که چه سیستم حکومتی را و چه نظامی را میخواهند داشته باشند در کشور. نظام قبلی وقت فرو میریزه و نظام جدید میخواهد استقرار حاصل کنه. همه‌پرسی چیز خیلی خوبی است، رفراندوم خیلی چیز خوبی است و لحاظ مردم و انتخاب کردن و اکثریت قاطعشون جمهوری اسلامی را
و جمهوری و اسلامی، یعنی معنی جمهوریت خواستن ملت. جمهوریت یعنی آن که همه چیز در همه چیز مردم دخیلن، نظر مردم دخیله، رای مردم دخیله و تعیین کننده مردمان، جمهور مردمه. و بعد این جمهوریت از نوع اسلامی، یعنی اون جمهوریتی که از نوع اسلامیه، برابر با احکام اسلام و دستورات الله تعالی. و یک چیز را مردم عزیز ایران انتخاب کردن که قرون متمادی مردم مسلمانان به او اشتیاق داشتند، چرا که مردم اسلام را از زندگی حضرت رسول می شناسند. مردم اسلام را که اطلاعات کامل شاید داشته نباشند ولی دوران خلفای راشدین می شناسند، دوران حضرت علی می شناسند که اسلام چه گوهری است و دین چه چیز زیبایی است. مردم همه شیعه و سنی و شاید هم اقلیت هایی که در ایرانند، همه قومیت ها، همه طیف ها پای صندوق آمدن و رای دادن به جمهوری اسلامی. چیز بسیار خوب و برای مردم انتخاب کردن، آنچه که پدران این مردم، ما مردم در انتظار او بودند و در زمانشون میسر نشد. گفتم که همه گفتن که در زمان ما میسر شد. فرصت بسیار زیبا بود و فرصت بسیار خوبی بود. اگر ما چترا بر همه ملت، همه طوری که دستور اسلام هست گسترش می دادیم، از ظرفیت بالای دین اسلام استفاده می کردیم و همه قومیت ها را، همه مذاهب را، همه اقلیت های دینی را، همه شهروندان ایرانی را، اگر همه طیفا را که هستند، همه جناها، همه تفکرات، دیندار و اونی که دین نداره لایق، همه ایرانی ها را در چتر، زیر چتر قرار می دادیم و از یک افق بالای اسلامی ما به این ملت نگاه می کردیم. تفاوت بین زن و مرد قائل نمی شدیم، تفاوت بین اقوام و مذاهب قائل نمی شدیم و تفاوت حتی بین ادیان قائل نمی شدیم. ملک شایستگی را می گذاشتیم و ملک توانمندی را می گذاشتیم و کشرگرایی نمی شد، مذهب گرایی نمی شد و ما به یک نگاه اسلامی واقعی نگاه می کردیم و جمهوریت را حفظ می کردیم که انتخاب این مردمه و جمهوریت را حفظ می کردیم، اسلامی را حفظ می کردیم. من اعتقاد بندان است که هیچ اعتراض بعد از 44 سال، نه که بعد 50 سال، بعد 100 سال هم اعتراض متوجه مسئولان نمی شد، متوجه سیستم نمی شد، مردم راحت می شدند. ولی اینجا مشکلی که پیش آمد آن بود که
و چتر ما به هر حال به همه ملت یکسان نبود، چتر نظام به همه برابر نبود و دغدغه ها در اقلیت ها پیدا شد و بسیار مظالم در حق اقلیت ها انجام گرفت. اهل سنت هم که به هر حال مسلمانان و شیعه و سنی برادران و همه مردم ایران برادری وطنی دارن، برادری انسانی دارن، برای اهل سنت هم دغدغه شدید به وجود آمد. شایستگان اهل سنت نتوانستند بسیار شایسته توی انتخابات بالا بیاد، چرا که در انتخابات بالاخره یک گزینش قرار دادن که توانمندان و شایستگان و نخبگان نتوانستن بالا بیاد، رد صلاحیت شده. بهرحال این نه تنها اهل سنت بلکه در کل سطح ملت شیعه و سنی آدمان متفکر، آدمان توانمند، آدمانی که دارای فکر بودن، توانمندی بودن، نتوانستن بیاید. بالاخره این گزینش ها که در سطوح مختلف اجرا می شد سبب شد که آدمان با قدرت، مدیران شایسته تر، مدیران لایق نتوانند راه پیدا بکنند. اهل سنت هم شدیداً مورد تبعیض قرار گرفت، نتوانست بسیار افراد لایق در حد که حتی می توانستن به عنوان رئیس جمهور استفاده بکنن، نتوانستن وزیر بشن، معاون وزیر بشن، نتوانستن سفیر بشن. بعض اهل سنت استاندار نگذاشته این مدت و این به جای خود که مسائل امور مذهبی را هم آنطور که قانون اساسی آزادی داده بود نگذاشتن که آزاد بشه. بسیار فشارهای مذهبی بر اهل سنت وارد شد و فشارهای شدیدی بود، سختی بود. بالاخره بالاخره یک برنامه درست کردن که تمام امور مذهبی اهل سنت در دست یک گروه دادن که از ساختمانش، من خودم در همین ساختمان گفتم در تهران که اینجا از وقتی که از دربانش گرفته تا بالا یک اهل سنت نیست. اهل سنت چگونه میتونه اعتماد بکنه و امور مذهبیش را به شما بسپاره؟ این که امکان نداره. و بسیاری وزارتخانه‌اش از بالا تا پایین خالی از اهل سنت، از بالا تا پایین اهل سنت. و در حالی که این اهل سنت، این عزیزان شیعان و اقلیت ها هستند، اقوام همه ایرانی هستند. این چتر هم چتر اسلامیه، چتر اسلام جناح نمیشناسه، حزب نمیشناسه، قوم نمیشناسه، مذهب نمیشناسه، دین نمیشناسه. همه را زیر چتر رحمت خدا قرار میده، همه را زیر چتر آزادی، همه را زیر چتر عدالت، همه را زیر چتر انصاف و شایستگان تو چینی میکنه، شایستگان توانمندان را. متاسفانه این نشد و این وقت نگاه مذهبی، حالا این نگاه مذهبی نگاه سنی باشه یا شیعه باشه، او حلقه را تنگ میکنه،
چتر محدود میکنه و لحظه محدودیت ایجاد شد. به طیف خاص و قشر خاص آمدن بالا، آمدن وزارت خانه ها را در دوره مختلف گرفتن، ریاست های جمهوری را، مدیریت های کلان کشور را، مدیریت های منطقه‌ای را، استانی را گرفتن و ادعی را که گفته که این دین که نداری هیچ. ابو دیندار هم گفت آقا این دیندار نگاه کرده که فکر آزاد داره، فکر وسیع‌تر داره، نه رفتن دنبال کسی که خیلی محدوده، خیلی تظاهر به دین بکنه، خیلی تظاهر به مذهب بکنه. بسیاری از اهل سنت که جای رفتن که گفتن که ما سنی، گفت که شما هیچ، همین دری که آمدید شما تشریف ببرید. وزیری پیش وزیری ما رفتیم، گفتم من برای یک اهل سنت که خیلی از مدیران توانمند بود، یعنی شایسته بود که به جای وزیر بشینه، گفت من به اون معاونت زدم، به اون معاونت زدم 2 ماه تمامه که نامه از این دفتر به اون دفتر میره، از این دفتر به اون دفتر میره و تایید نمی کنه. وزیر هم هیچ کاری نمیتوانست بکنه، چون باید این ارگان ها هست که تایید کنن. اختیارات همه دادید به ارگان ها و بسیاری در ارگان ها جوان، تدبیر از پیران گرفته شد و تدبیر به دست جوانان افتاد. باید تدبیر پیر بکنه و جوان اجرا بکنه. جوانها خوبن، زیباهن، لایقن، ولی هر کسی کاری داره. او کسی که عمری از سرش گذشته و تجربیات داره او نباید کنار زده بشه. کار جوانا هم اجرا را بگیرن هم تدبیر بگیرن. ولهذا این مشکلاتی که دغدغه اهل سنت، دغدغه کل ملت ایران، شایستگان شیعگاه من فکر میکنم که من میگم که کاش که ای عزیزان ما شیعه های توانمند می آوردن. حالا اهل سنت که حقشون ندادند که اون دو که باید بدن و شایستگانشون بیارن، شایستگان شیعه را می آوردن که به نفع مردم کار میکردن. نه او شایستگان شیعه همینند که در اروپا به سر میبرند یا به غرب و کشورهای دیگر را دارن میسازن. خیلی ایران آدم توانمند داره، خیلی افراد لایق داره و اینا بالاترین سرمایه ایران و این مسائل دغدغه ها در همه ملت. امروزه بعضی میگن که ما از مسائل کلی و ملی صحبت میکنیم و من دیده و دانسته از مسائل ملی صحبت میکنم. چرا که مسائل ملی اگر حل بشن مسائل محل، ما هم جز ملت ایرانی. فرض کن اقتصاد ملیه، اگر ملی حل بشه اقتصاد محل میشه. بسیاری معضلات ملی هست که در ایران ملت ایران با مواجه هست. اگر اینا حل بشن مشکلات ما حل میشه. ما مشکلات منطقه‌ای داریم، مشکلات مذهبی داریم، ولی مشکلات ملی در اولویت و مشکلات ملی حل میشه. و مردم بلوچستان، مردم اهل سنت هم در مناطق مختلف دغدغه دارن. یکی همین دغدغه به کارگیری شایستگانشون بوده، آزادی های مذهبی بوده، فشار مذهبی وارد نشه، مذهب در اختیار خودشون باشه، هر گونه عمل میکنن خودشون بدانند.
در سیستان و بلوچستان دو نکته من یادآوری میکنم که خیلی دغدغه‌اند. یکی همین عرض کنم که همین طرح سواحل مکران هست و این که حالا این طرح چند سالی که درست شده و میخواهند که کل این سواحل بسیار قیمتی و اینها را بالاخره بیارند و کسان دیگر و این زمین ها را به همونها واگذار کنند و این سرزمین های هستند سواحل مکران یا مکران که مردم اینجا همین مردم زندگی کردن، همین مردم برای حفاظت این زمین کشته دادن، همین مردم سختی ها را برای این زمین ها کشیدن. این حق همین ملته. اگر اینجا کارخانه نصب میشه، اگر اینجا پتروشیمیه و اگر دیگه کارخانه های عظیم و بزرگ احداث میشه، مشکلاتش را و ضایعاتش را همین مردم تحمل میکنن، منافعش را همین مردم در منافع شریک باشند. و اگر سواحل مکران میخواهد آباد بشه، اولویت با خود همین مردمه و این مردم تعلیم بدن، باید این مردم دانش لازم این طرح کسب کنن، دانش لازم این کارخانه ها را کسب کنن که اینجا بتوانن کار کنن، دانش کارگری را و این را هم باید نظام و حاکم و سیستم این برنامه ریزی را بکنه و خود مردم بیان این را آباد بکنه. و اگر معادن هستن، معادن اینجا بسیاری معادن خیلی بزرگ گنجهای در سیستان و بلوچستان است، کوههایی است که طلان و بسیار بسیار قیمتی چیزایی است که از طلا هم قیمتش بالاتره و اینها را شرکت‌های در تهران اینها را ثبت میکنن و اینها را ممنوع قرار دادن، کسی نمیتونه اینها را ثبت بکنه و میان بهره برداری میکنن، ضایعاتش، نقصانش، دودش به چشم مردم ما میره و مردم ما ثروتش که در استان هست حق اولویت به همین مردمه. دودش را اینها به چشم اینها میره و بالاخره اینها بر میدارند، از اینجا میبرن. کجا میبرن؟ خدا بهتر میدانه. اون طرف که ما اطلاعاتی که نداریم نمیتونیم قضاوت بکنه که کجا برده میشه. چه کسانی توی این فروزه های عظیم، توی معدن های بزرگ دست دارند و بالاخره برداشت میشه و این دغدغه بزرگ مردم استانان، اینها هم ملیان، این معدن بزرگ استانان. حالا یک وقت معدن کوچکتر هست مشکلی نیست، ولی معدن های بزرگ که میتونه استان متحول بکنه، استان مشغول بکنه، استان آباد بکنه، این حق این مردمه. به هر حال من این عرض می کردم که الان یک دغدغه عمومی در ایران پیدا شده، در کشور ما پیدا شده. زنان و جوانان، طیف جوان و بخشای بزرگ از ملت نگران اینند که امروز کشور از همین نگاه که بالا آمده، به جای این که در این مرحله که میرسه خیلی رشد بکنه، خیلی ترقی بکنه، ملت سیر بشه، ملت آباد بشه. و چرا ما با این وضعیت گرفتاریم؟ به هر حال من عرض میکردم که اون روز که ما تحویل گرفتیم از پهلوی، اون سیستم به پایان رسید و سیستم اسلامی آمد،
رفراندوم جمهوری اسلامی انجام گرفت، دلار اما از اونها 7 تومانی، 7 تومن $1 بود که تحویل گرفته. چرا امروز بیاید 50 54 53 بالاتر دلار بشه؟ حالا اگر به جای 7 تومن میشد 70 تومن، 70 تک تومانی، هم جای اعتراض بود. ولی نفت بشه از 7 تومن برسه دلار به 50 خورده هزار، چه مونده برای ملت؟ و این واقعا یعنی فشار سنگین بر مردم، و این فشار خیلی بر مردم و ملت سنگینی میکنه. همه طبقات متأثره، همه طبقات متأثره از این که پولشون بیارزشه. کارگرها را حالا تمام صنف‌ها اعتراض دارن. کارگری میگه که آقا ما نانمون کفایت نمیکنه درآمدمون. باز نشسته به جای خودشون اعتراض دارن. معلمان، همه طیفات دغدغه پیدا شده، همه اصناف پریشان و نگرانن. و مدیریت هم با این سلسله که بالا آمده و آخر بالاخره به یک جای بسیار به مدیران ضعیف گیر کرده و کشور که مدیران ضعیف از دستشو کار ساختن است. بسیاری از اینا میگه که اختیار در دست ما نیست. اما مدیر که ما میگیم ضعیفه، اونا بعضی میگن که نه اختیاری نداره. و تصمیم گیری جای دیگه هست. و چی میتوانم بکنم؟ اصلاح طلبان یک مدت ملت به سمت اصلاح طلبان رفت، اونا اصلاحات مطرح کردن، چند دوره به اصلاح طلبان را دادن تا آخر اصلاح طلبان که من هیچ کاری نمیتوانم بکنم. اونا هم میگن که ما نمیتوان، اختیارات نداری. حالا اختیارات داشتن یا نداشتن خدا بهتر میدانه، ولی این حرف زدن. اهل سنت به اصلاح طلبان را دادن و رای کامل دادن و تمام وجود آمدن که این رئیس فلان رئیس جمهور بشه مشکلات ما حل میشه، و هیچ کاری برای اهل سنت انجام نگرفت. خیلی جزئی اگر بوده، خیلی ناچیز، چرا گفته که اختیارات نداره. و مشکلات گفتین رفع کنن، در رفع مشکلات هم بعض دفاع می کردن، ولی اختیارات در دستشون نبود. آخری انتخابات دوره 13 ریاست جمهوری با همه چالشایی که وجود داشت، شیعه و سنی شرکت کردن، نه همه بخشه. و اهل سنت هم با اعتراض سرشون شدید شد، ولی رفتن رای دادن که مشکلاتشون حل بشه و مشکلات ها سنگین تر شد، بیشتر شد. الان 10 نمازخانه در مشهد تعطیل کردن و با جمهوری اسلامی نماز تعطیل میکنه. کی باور بکنه؟ اگر ما جای دیگه به کسی بگیم میگه که دروغه، نماز کسی تعطیل میکنه. بابا چی مسلمانی باشه که نماز تعطیل بکنه؟ نماز و نمازخانه هیچ ضرری نداره، هیچ ضرری نداره، برای هیچ کس ضرر نداره. و بس بعضی جا به هر حال در یکی از پرجمعیت ترین نمازخانه را مشکلات به وجود آوردند و برای سایر نمازخانه همیشه دغدغه، همیشه یلا مجوز بگیرید یا تعطیلتون میکنه. از کجا مجوز بگیرید؟ میگه ما هم نمیدن.
بابا برای نماز یک بار من رفتم وزیر ارشاد دیدم و من گفتم که مردم ما برای نماز تحت فشارن که مجوز بگیرن و شما مجوز صادر میکنید. گفتن که نماز مجوزی میکرد، مجوز نماز خدا صادر کرده. بله همون کشور در روسیه هست و مسکو هست، هم برای نماز کاری نداره. بزرگترین مسجد مسلمانان در روسیه کنار کاخ کرملینه. من تایید نمی کنم همه اعمال سران روسیه را، ولی بالاخره برای ما سفری اونجا داشته کنفرانسی بود در خود مسکو، بزرگانشون آمدن گفتن که ادیان و مذاهب و همه از دیدگاه معظم ما کاری به اینا نداره. اونجا امور مذهبی در دست مفتیه، در دست دولت نیست، در دست مفتیه. هر مجوزی که صادر میکنه مفتی خود همه مسلمانانه. اینها تجربه کردند. این روسیه یک زمانی که اصلا اینها مخالف مذهب بودن، مخالف دین بودن، ولی نتیجه نگرفتن. به همین نتیجه رسیده که مذهب و دین آزاد باشه، مسیحی آزاد باشه، یهودی آزاد باشه، مسلمان آزاد باشه، بودایی آزاد باشه، هر کسی کاری میکنه. اینا نتیجه گرفتن. ما بعد از تجربیات دنیا استفاده میکردیم که فشار آوردن مذهبی برای هیچ کسی کار درسته نیست. بگذارید مذهبات میخواه به همون در زمان پهلوی یک جای گفتن که یکی کسی گفته که باید از برید شما از بخشداری اجازه بگیرید برای نماز جمعه. پیش بخشدار رفتن، گفته که چون گفته که جا مشکوکه که نماز توی روستا هست و اگر بخشداری همراه باشه بعد بهتر میشه که نماز اقامت. یا اختلافات داشتن، برای همه اختلافاتشون را بخشدار گفته که نماز جمعه چه روزی خوانده میشه؟ گفته نماز جمعه. گفته که روز جمعه، گفت جمعه هم بخونید، شنبه هم بخونید. گفته که نماز جمعه را روز جمعه هم بخونید، شنبه هم برگزار کن. و این روز عید بوده و پلیس می آمده اینجا دست به گردن میزنه که بابا شما نماز نخونید، نماز عید، گناه شما بر گردن ما جواب بدیم. بابای پلیس جمهوری اسلامیه. این نماز عید شما چگونه جلوگیری میکنید؟ نماز جمعه چگونه جلوگیری میکنید؟ بله بوده نماز جمعه، نماز عید در همه جای ایران بوده، ولی اینا او اقلیت اهل سنتن که در شهرهای بزرگ ایران مثل تهران بودن، مثل شهرهای دیگر بودن، مشکلات داشتن، مسجد نگذاشتن. و لحظه امروز همه ملت ایران، همه شیعه و سنی، همه ادیان، همه مذاهب، عموم مردم ایران، زنان، جوانان، امروز همه این ملت احساس مشکل میکنن. منم به عنوان خیرخواه و دلسوز برای همه، من غرضی در صحبتایم ندارم، ولی من به مسئولان امر این به صورت یقین میگویم، این به صورت جدی میگن تا نگاه عوض نشه و تا تغییرات در روند گذشته، تغییرات ژرف، تغییرات کلان در این کشور نیاید، من مطمئنم که کشور درست نمیشه. بزرگان کشور گفتن که توی این سال تورم مهار بشه، گرانی مهار بشه، ولی با این روند،
بعید میدانم بنده و مشکل میدانم که این تورم مهار بشه. نمیشه. ملت ایران مایوس از این مسائل و ما همت بلند و دید وسیع که همه را زیر چتر بگیره، همه زیر گستره بیاین، نگاه به ایران بشه، تنها داخل بشه و تمام نگاه ها از بیرون تمرکز پیدا بکنه. در ایران تا این نباشه مشکلات حل نمیشه. این حق ملت که سرمایه و درآمد کشور به خود این ملت خرج بشه و از دیدگاه فتوای دینی بنده هم، نگاه دینی بندانه که سرمایه های ملی ایران اگر ملت ایران راضی نباشه اینها را من نمیتوانیم خارج از ایران خرج بکنیم. از لحاظ شرعی همون که گفته که چراغی که به خانه نیازه به مسجد روان نیست. ما فکر میکنیم گاهی همین که بالاخره وقتی این مردم خودشون چیزی نیاز داره به مسجد نیارن. دوست ما تشویق میکنه که مسجد کمک کنید، مدرسه گوشت کمک بکنید، ولی اگر یک شخصی خودش گرسنه و چیزی نداره ما هم از او انتظاری نداری که خودش خرج کنه و بچه های خود او. ملت اوله، تمرکز باید بر. اما خیلی فرصت را از دست دادیم، ما نتوانستیم بر اون اسلامی تمرکز کنیم در ایران و ملت ایران از لحاظ اخلاقی بسازیم، از لحاظ دینی دیانت بسازیم. و ما بالاخره امروز ما میبینیم که متاسفانه اخلاق در کشور ما چند از پایین آمده، دیانت چند از پایین آمده، دین گریزی در کشور ما از همین وضعیت زندگی به وجود آمده و ما این فرصت های زرینی در اختیار داشتیم که بالاخره همه ملت ها جانانه خدمت کنیم و از همه کار بگیریم و شایستگان همه را بالا بیاوریم که خدمت کنن. نشد و روی این الان جای فکر هست که همه فکر کنند، همه روی این مسائل فکر کنند. من یه توصیه می کنم اینجا و اینه که من هم به همه علمای شیعه و سنی، علمای بلاد، علمای ایران توصیه من اینه که ملت ویل نکنید. این ضرری داره که غیر قابل جبرانه، غیر قابل جبرانه. ملت نگذارید، باید علما در کنار ملت باشد. ما ماهوریتمون همینه. علما به منزله چوپانند برای ملت و هر چوپانی که رمه را ویل کنه رمه همه میره در بدر میشه و میره. و علما باید ایستاده باشن بالای سر ملت، همان طوره که چوپان بالای رمه ایستاده و سر صدا داره که اینها بالاخره تکه تکه نشن، بر نشن به اصطلاح. و علما اشتباه بزرگی است اگر علمای سنی، علمای شیعه نه تنها در ایران، من همه جهان میگن که اگر مردمشون ویل بکنن اشتباه بزرگه. مسئولان هم توصیه منانه که ملت ویل نکنید. اگر اعتراض میکنن نباید این زده بشن، نباید این زندان بشن. ببینید حالا توی اسرائیل که همه ما هرچه که بلدیم میگیم به اسرائیل که فلانه و
صهیونیست و غاصب و حالا این ملت اسرائیل اعتراض میکنه. شما شنیدید چند نفر کشتا؟ 100,000 نفر در یک راهپیمایی شرکت میکنه، بیشتر. تو این فرانسه مردم یک خیزش در فرانسه شده اعتراضه، برای اون اعتراض عادیه. با آب پاشی مقابله میکنه، پلیس آب میپاشه. و این زدن مردم با گلوله های جنگی، با تفنگای ساجمه‌ای و اینها هیچ جای ملت نمیزنند، مردم خودشون نمیده. این مردم شما، من خیرخواه شما، من چه غرضی دارم، به من چه میرسه؟ ولی این مردم زدن کار اشتباه بزرگی است. زندان، این زنان توی زندانن و مردان توی زندانن، بعضی حصر خانگی هن، بعضی توی زندانن که میدانم من شایستگی اینها را، که اینها را اگر شما با اینها می نشستید و با مخالفانتون، شما از موافقان فرار کردید، من بنده یکی از موافقان شما همکاران بود، همراهی کردم شما را در همه اوقات، مردم اهل سنت شما را همکاری کردن، من پیشنماز اینها بودم و شما میدانید که انتخابات شما را اهل سنت گرم کرده. ولی 30 سال من دنبال بودم، من گفتم من حرف دارم، با بزرگان حرف دارم، من بگذاری بر رؤسای جمهور بنده صحبت کردم، بر رئیس جمهور دستش کاری نیست. گفتم من بگذارید که من صحبت دارم، نه من نوشتم، من وقت ندادم و حالا من نمیدانم که تقاضای من بزرگان قوم رسید یا نه، ولی من ملاقات ندارن. چرا؟ گفته این حرف میزنه. بابا بگذاری حرف میزنن. اگر شما با مخالفان می نشستید، با منتقدان می نشستید که این قوی ترین سیاست ہے، شما امروز با چالش هیچ روبرو نمی شدید، این ملت روبرو شد، حرف اینا رو گوش می کرد. و من مسئولانم توصیه اینه که باید چاره جویی بکنه، فکر کنید روی این مسائل. به این مسیری که شما میرید من بنبست میبینم و شما راهی با این مردم به هر حال با این مردم با خصمانه رفتار نشه، با قوه قهریه رفتار نشه، با این مردم مهربان باشید، بشینید و مشکلتون با این مردم حل بکنید و به خواسته مردم تن بدید. و وقت زیاد رفته، ولی اجازه بدید که من یک چند کلمه در رابطه با افغانستان هم صحبت بکنم. من به بزرگان و سران دولت طالبان و تصمیم گیرندگان هم خطابی دارم که شما وقتی که به هر حال جهاد کردید و قربانی دادید و به هر حال شما دولت افغانستان گرفتید و دولت اسلامی را اعلام کردید، شما به خوبی واقفید که اسلام آخری دین الله تعالی است و کتاب اسلام قرآن، دیگه کتابی نداره، یک قرآن و یک احادیث و تعلیم حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. دین در همین دوتا هست، دین جای دیگه نیست. بقیه تشریح و تفسیر و علما فقها دستشون هیچی نیست، هرچی هست در قرآن، هرچی هست در سنت. هیچ کسی نمیتونه در کتاب و سنت اضافه بکنه چیزی را. شما که مسئولیت بزرگی را تحمل کردید و شما ریسک بزرگی کردید
و آمدید. شما امروز در عصر حاضرید، در عصر حاضر که شرایط خاص خودش را داره. شما 100 سال قبل نیستید، 200 سال قبل نیستید. این دور خلفای راشدین نیست، این دور گذشتگان نیست، این دور حاضره. عصر حاضر دیگه نیاز داره، دیگه ضرورت داره. امروز اگر کسی میگه اسلام، باید اسلام در عصر حاضر عرضه بکنه، باید خیلی نظرش و نگاهش بلند باشه. اون چی که در قرآن آمده، نه یک فقیه 1000 سال پیش از این فتوای داده، عالم فتوا داده، او با شرایط خودش فتوا داده. اگر او امروز باشه فتواش رو تغییر میده. امام ابو حنیفه اگر امروز حیات داشتن 100ها فتوای خود رو تغییر میداد. امام شافعی، امام مالک، امام محمد بن حنبل و علمای گذشته امروز شرایط خودش را داره. باید جهان ببینید، امروز دنیا را ببینید. دنیا عوض شده. این دنیا دنیای گذشته نیست، دنیای 100 سال نیست، دنیای 50 سال نیست. شما باید با عصر حاضر حرکت کنید. و زنان دختران افغان، چیزی که من فشار میاره اینه که من میبینم که اینها بسیار میرن به کشورهای دیگه برای تحصیل، به اروپا میرن، به ایران میرن، پاکستان میرن به اون بلاد شرق. و اینجا که این زنها که برن، مردان که برن، چه بسا با ناراضی برن، فرهنگشون هم تغییر میخوره، گناهشون بر گردن ماها میفته. و ما زنان و دخترانش هر چه زودتر، هر چه سریعتر ما شرایط برای زنان و دختران فراهم بکنیم که در افغانستان تحصیل بکنن. زن باشه یا مرد باشه نمیتونه رشد کنه، نمیتونه ترقی بکنه، نمیتونه استعدادش شکوفا بشه بدون علم. علم خواه دینی باشه، علوم قرآنی باشه، علوم سنت باشه، علوم شریعت، علوم روز و عصریه، اینا همه مایه پیشرفت جامعه، مایه ترقی جامعه، مایه ترقی دین و دنیا. زنان هم هیچ علم خاص برای زنان شریعت تعیین نکرده. تمام خطابای شریعت عامه، زن و مرد فرق نداره، همه مخاطب قرآن هم برای علم، مخاطب حضرت رسول برای علم. و اگر حضرت عایشه علم نداشت به این مقام نمی رسید. اگر حضرت زهرا، اگر حضرت خدیجه الکبری، اگر ازواج مطهرات، اگر زنان صحابی یا مهاجرین و انصار، اگر حضرت مریم، حضرت آسیه، اینا اگر دانش نداشتن به این مقام نمی رسیدن. این دانشی که انسان پروبال میده و جامعه را پیشرفت میدهد. و توصیه من دل سوزانه، من الحمدلله عزیزانی که اینجا ما در خدمتشون نزدیک میدانه که مغرض نیستم، من غرضی ندارم. اینجا دولت و ملت ما میشناسینا، بالاخره ما زندگی را با همین عزیزان. و توصیه بنده به عزیزان مقامات طالبان، دل سوزانه، من دلم برای اسلام می سوزه اول، بعد برای کسانی که اونجا مسئولن و دست اندر کارن، دلم برای اسلام می سوزه. می ترسم که اسلام ضربه نخوره از عمل کرده بنده و امثال بنده. و توصیه اینه که از اقوام افغانی همه نعمتن، همه زبان ها نعمتن، همه اقوام و همه اقوام مساوی نگاه کنند، از شایستگانشون
توانمندان افغان از هر قوم ملت استفاده بکنند. حتی این توصیه برادرانه ما را بپذیرید و اگر غیر مسلمان هم در افغانستان است از او استفاده بکنید. هیچ قوم احساس نکنه که در اینجا مورد تبعیض در افغانستان. این توصیه بنده به شمایه و توصیه معنی که به هزارجات تو برادران شیعه افغانستان توجه خصوصی بکنید که احساس نکنند که به خاطر آنکه تفاوت مذهبی دارند با بقیه افغانها از حق و حقوقشون محروم و مبادا چنان چیزی باشه. حق و حقوقشون توجه کنید، رسیدگی بکنید، بیش از دیگران به اونها رسیدگی بکنید. و توصیه بنده به دولت اسلامی طالبان آن است که از شایستگان، از دانشگاهیان، از تحصیل کردگان استفاده کنید، خوب استفاده بکنید، شایستگان بیارید بر سر کار. شما بالا باشید، شما نظارت کنید، شما اونها را جهت و رخ و مسیر بدید و کار بگیرید از شایستگان. و زنان هم برای زنان ایجاد شغل بکنید، کار بگیرید، زنان بگذارید که کار بکنن، جلوی شغلشون نگیرید، جلوی تعلیمشون نگیرید. زن و مرد هر دو حقوق دارن و حقوقشون برابره. حق مرد بیشتر نیست از حق زن، حق برابره. به زنان توجه کنید، این مایه خوشنامی شما میشه. اگر این مسئله رعایت کنید دولتتون مستحکم میشه. و به این مسائل توجه کنید، آزادی بدید، آزادی بیان بدید، آزادی قلم بدید. انتقاد شما را ضرر نمیزنه، شما را اصلاح میکنه. دیشب یک مهمان داشتم و صحبت در رابطه با مخالفان بود. من گفتم که ما حرف مخالفانمون بیشتر استقبال میکنیم و ما دستور کارمون همینه که ببینید اصلاح ما به وسیله مخالف ما میشه، نه به وسیله دوستان. دوستان عیبای ما را نمیبینه، مخالف عیب ما را میبینه. ممکنه مخالف تهمت بزنه و من همیشه گفته که تهمت باید جواب داده بشه ولی توهین جواب داده نشه. فحش ما جواب نمیدیم و تهمت جواب بدیم ولی صبر میکنیم. ما صبر میکنیم و اگر مخالفان حرف از ما دارن ما باید بلافاصله حرف حقشون بلافاصله قبول بکنیم و خود را اصلاح بکنیم. من توصیه‌ام به دولت طالبان آنه که حرف مخالفان با مخالفانشون بشینن. افغان هایی که از کشور رفتن بیارن، بیا افغانستان بسازید، همکاریشون بگیرید، همراهیشون بگیرید. و این هم ملت افغانن هر جا باشن، همانطور که ایرانی هم ملت ایرانن هر جا باشن. و آخرین نکته بندان که به هم توصیه به جامعه جهانی که جامعه جهانی هم انصاف بکنه، دولت ها انصاف بکنن و نکته مثبت نگاه بکنند، فرصت هم نگاه کنند. آقا سرقت امروز توی افغانستان نیست. گزارشایی که ما داریم هیچ زمان افغانستانی امن نداشته که امروز داره. نامنی که هست ولی موردی هستن، کمان و مبارزه می کنند برای امنیت. و دولت طالبان فساد ریشه کن کرده، فساد مالی را و نابود کرده فساد را. این گزارش ما هست و لحاظا نکته مثبت هم دارد. اینها فرصت نداشتند تا حالا. باید جامعه جهانی را فرصت بده، نمایندگی های خودشون را دایر بکنن، به رسمیت بشناسن، فرصتشون بده. اگر طالبان خلاف عمل کردن ما هم همراه میشیم با جامعه جهانی و میگیم که آقا نه،
چون اسلام مسئله اسلام اینجا مطرحه، ما که دل ما از اسلام دفاع میکنیم، از حق مردم دفاع میکنیم. من اینجا میگم که ما گاهی قرائت مطرح میکنم که آقا در اسلام قرائت مختلفن، قرائت ما این حرفایی که میزنی حرفای قرائت ما هست، برای آن که ما میگه اصل اسلام ضربه نخوره و ما میگه اونجا هم نخوره. لحاظا از جامعه جهانی میخوام که افغانستان رو به رسمیت بشناسن. چه رنج امروز ملت افغان تحمل میکنه، چه گرسنگی تحمل میکنه، سرمای زمستان تحمل کردن. این ملت حق دارن از ملت های دنیا، چرا آواره باشن در کشورهای دیگه؟ لحاظا اینها باید کشورشو آباد بشه، بانکای اینا کار کنند، اینها باید با دنیا ارتباط تجاری اقتصادی داشته باشند و ما همه دنبال باشه که طالبان با اصلاحات انجام بدن و توی مسیری که اسلام باز کرده مسیر اسلامی را نبندن. و من اعتقادم اینه، اعتقاد بنده، این نظر و فتوای بنده که جلوی تعلیم زنان نباید بسته بشه، باز بشه و انشالله بتوانند زنان دختران به راحتی اونجا تحصیل بکنن و این به نفع اسلامی، به نفع افغانستانی و همه مسائلی که توضیح کردم آقا خیرخواهانه هست و ما امیدواریم که این حرفهای این بنده کهنسال را هم بشنود و به این توجه کنند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین.